سلام خدمت همه دوستان، من دکتر سعید نظری هستم. با یه برنامه دیگه از تک در خدمتتون هستیم. امروز یه مهمون خیلی ویژه داریم، جناب آقای فرزاد آشوبی، پیشکسوت فوتبال ملیمون و باشگاه پرسپولیس، استقلال و تراکتور. خیلی خوشحالیم که در خدمتتون هستیم. پرسپولیس با قدرت این اتفاق رو به دست آورد و کاملا شایسته این موضوع بود. بعد لیگ اسلواکی اومدی ایران و اگه اشتباه نکنم پرسپولیس بود، درسته؟ نه، برگشتم ایران و اینجا باز هم یه نقطه‌ای هستش که در واقع من اذیت شدم. قبل از اینکه بخوایم بریم اسلواکی، من قراردادم با باشگاه عقاب پایان فصل به پایان میرسید. البته این عقابی که میگم شاید تصور عموم نیروی هوایی و ارتش باشه، نه اینجوری نبود. صرفا نام عقاب بود اما به شکل شخصی اداره میشد و کسایی بودن که ارتباطی با ارتش، نیروی هوایی و کلا سیستم نظامی نداشتن، اما خب از نام عقاب، از در واقع اون عقبه بزرگش استفاده میکردن. به یه تعامل بود بین این افراد و بدنه نیروی هوایی. عرضم به خدمتتون که به من گفتن که شما قراردادت رو 2 ساله تمدید کن و برو کشور اسلواکی، حالا هم تجربه میشه برای شما، همین که به هر حال ممکنه یه بستری فراهم بشه که مبحث ترانسفر شدن و لیژیونر شدن، حالا اصطلاحاً این موارد اتفاق بیفته. من با این موضوع مخالفت کردم و واقعا دلیلی هم نداشت، چون یه اتفاقی بود که ممکن بود رقم بخوره، ممکن بود اتفاق نیفته. تغییرات کم و بسیار محدود در تیم پرسپولیس یکی از اصلی ترین عوامل موفقیت این تیم خواهد بود و من فقط 6 یا 7 بازی مونده بود که کلا قراردادم با باشگاه عقاب به پایان برسه و اون زمان خودم میتونستم برای آیندم تصمیم بگیرم. من نرفتم واقعیتشو بخواید، یعنی هر چقدر که اصرار کردن قبول نکردم، اما کسی واسطه شد این وسط که نتونستم بهش نه بگم و به نظرم اعتماد بیجایی بود به خاطر اینکه ایشون خیلی خیلی بزرگ بودن اون زمان تو فوتبال، هنوزم بزرگ هستن و ایشون با من تماس گرفت، از من خواست که برم قراردادم رو تمدید کنم و اگر مبحث ترانسفر شدن اتفاق نیفتاد باشگاه رضایتنامه من رو صادر میکنه، یعنی اون 2 سال رو اصلا در نظر نمیگیرن، چون من چند وقت دیگهش کاملا قراردادم به پایان میرسید. بدون اینکه سوالی کنم، انقدر برای من محترم، عزیز و به هر حال بزرگ بودن، رفتم و 2 ساله تمدید کردم. مبحث ترانسفر هم پیش اومد، اما خب باشگاه نگرشش به شکلی بود که خیلی من متضرر می شدم. در واقع خیلی باید سخت میگذشت بهم توی حالا کشور اتریش اون زمان به این شکل پیشنهاد اومده بود. من قبول نکردم، دیدم مثلا خیلی یک طرف از این موضوع. برگشتم ایران و متاسفانه اتفاقی که فکرشو نمی کردم، انتظارش رو نداشتم، رقم خورد و آقایون همگی زیر قول و قرار و عهد و صحبتایی که کرده بودن زدن و من 2 سال دیگه تو لیگ 1 باقی موندم، علیرغم پیشنهادات خوبی که داشتم و میتونستم به لیگ برتر برم. دقیقاً. حالا از این ماشاءالله قول و قرار و اتفاقات تو مدیرای فوتبال ما همیشه بوده و متاسفانه هم ادامه داره. حالا راجع اونم صحبت میکنم. این برزخ عقاب تموم شد، پیشنهاد پرسپولیس رسید. میخوام خودت توضیح بدی. نه، برزخ عقاب تموم نشد. من بعد از اینکه میخوام توضیح بدم که موندن تو در واقع عقاب شاید یه تقدیری بود که یه اتفاق فوق‌العاده برام رقم بخوره و دقیقاً تقریباً به انتهای اون 2 سالی که مجدد در خدمت باشگاه عقاب بودم، اونجا بازی میکردم، بستری فراهم شد که پرسپولیس تو مسابقات جام حذفی با تیم نوژن ساری بازی داشت و تیم نوژن ساری در مسابقات لیگ 1 همگروه ما بود و قبل از اینکه تو جام حذفی و پرسپولیس روبرو بشه با ما بازی داشت در تهران. آقای آریهان، آقای حمید استیلی، آقای محمد حسن انصاری فر مدیر عامل وقتشون و یه دوستی که
تو اسلواکی خیلی به من کمک کرده بود. آقای خشایار محسنی که مدیر برنامه آقای آریهان هم بودن، اینها اومدن بازی تیم نوژن رو ببینن. ما اون بازی 1-1 شدیم با تیم نوژن و بعد از اون بازی آقای انصاری فر فکر کنم چند ساعت بعد اون بازی بود با من تماس گرفتن و گفتن که برای فصل بعد آقای آریهان رو شما نظر داره و میخوایم که بیایید پرسپولیس. اصلا توصیفش برام خیلی سخته، میدونید به هر حال از لیگ 1 مرسوم نبود از لیگ 1 بازیکن بره به پرسپولیس مستقیما و فوق العاده بود و وقتی که این اتفاق افتاد اصلا خیلی خیلی لذت بخش بود. انگار تمام اون نرفتن ها به نوعی جبران شد، عقب ماندن ها از فضای فوتبال، از سطح 1 فوتبال با این اتفاق جبران شد. فرزاد در لحاظ فنی خیلی فوق العاده بود و همین الان هم تو کوچینگش خیلی قویه. لحاظ اخلاقی هم همینطور. مرسی. بعد تو لیگ برتر چندین بار بازیکن اخلاق انتخاب شده و سطح فنیش که اصلا قابل توصیف نیست. قشنگ یه نظمی میداد، ریتمی میداد به بازی، مثل یه رهبر ارکستر موسیقی میموند، نبض بازی تو دستش میگرفت و یه رکورد خیلی جالب هم داره که بیشترین تعداد ضریب گل تو ضربات پنالتی که تقریبا میشه که نزدیک به 100 مختص فرزاد هستش. و اعلام پنالتی تک به تک این دو، ببینیم با برتری کدام یک خاتمه خواهد پذیرفت. ضربه‌ای که زده میشه و این فرزاد آشوبی است که در 36مین دقیقه نتیجه رو 1-0 میکنه به سود استقلال تهران. بعد خیلی بازیکن بزرگ ما، حتی با احترام بهشون، آقای دایی، آقای کریم باقری، آقای نکونام، اینا که اکثرا پنالتی زمونن رکورد فرزادو ندارن. بعد میخوایم از پرسپولیس شروع کردیم، با آقای آریهان شروع کردیم، درسته؟ فصل بعد و خودت توصیف کنی از لیگ 1 اومدی تو تیم پرطرفدار و پر افتخار ایران. بعد خب یهو فضا عوض شد، مدیا زیاد بود، بعد با تجربه بودن. این چه جوری بود؟ واقعیتشو بخواید شروع کار با توجه به اینکه آقای آریهان با نظر مستقیم خودشون این در واقع انتقال و جذب رقم خورده بود، فوق‌العاده بود برام. ما یه اردو در کشور اتریش داشتیم، تقریبا 10-12 روزی اونجا بودیم با لاتزیو، با ویگان و یه تیم به هر حال سطح پایین از اتریش. 3 بازی دوستانه انجام دادیم. مقابل لاتزیو من یه نیمه بازی کردم، شاید یه مقدار کمتر از یک نیمه. مقابل ویگان 1 نیمه کامل بازی کردم، ویگانی که امیل هسکی رو در اختیار داشت و من موفق شدم به ویگان گل بزنم. گل خیلی قشنگی هم بود. بعد بازی انتهاییمون هم که با اون تیم در واقع متوسط اتریشی بود، اونجا هم 3 گل زدم به عنوان هافک. اصلا خیلی همه چی ایدئال بود، خیلی فوق‌العاده بود، اما روزای سخت خیلی زود از راه رسید.